رهبر پیمان ملی تاجیکستان ضمن گفتگوی مستقیمش با مردم که شام دیروز برگزار شد با کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو هم دخل کرد و آن را بهتر از سالهای قبل نامید. او گفت این کنفرانس که از 16 تا 27 دکبر سال جاری در ورشو پایتخت لهستان برگزار شده و در آن هیئت‌ها از جانب حکومت تاجیکستان و مخالفین شرکت کردند، متاسفانه تاجیکان در مجموع نتوانستند از این فرصت خوب استفاده برند. چون کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا این یک فرصت است برای گفتگو، مکالمه و مطرح کردن مشکلات و پیدا کردن راه حل ها. اما هیئت‌های تاجیکی چی از طرف حکومت و گاه از طرف ما هم مخالفین هم به جای آنکه بشینیم سر مشکلات موجود در کشور صحبت کنیم، راه حل پیدا کنیم، بیشتر این میدان را، این فرصت را برای گیله‌گویی، برای نسبت یکدیگر دروغ و تهمت پراکندن و حتی متاسفانه برای فتنه، ایجاد فتنه استفاده میبرند. محیدین کبیری با تأسف اظهار نمود که هیئت حکومت قبل از آن که به ورشو بیاید الکی خودش را برای یک نبرد اطلاعاتی برای یک برخورد آماده کرده بود. رهبر پیمان ملی تاجیکستان گفت هیئت حکومت تاجیکستان با آمادگی آمده بود که هموطنان خود را، مخالفین را، مهاجرین را در نظر اروپایی ها 56 کشور عضو این سازمان سیاه کند. برای آنکه به این هدف برسد اونها مجبور شدند بروند سراغ بعضی سندها، کتابها یا فکت‌هایی که در تاریخ مانده اند، چون برای امروز هیچ حرفی گفتنی نبود. اما هیئت مخالفین، پیمان ملی تاجیکستان و دیگر حزب و حرکت‌ها ما بیشتر دقت را به امروز تاجیکستان جلب کردیم، چون برای جامعه جهانی تاریخ چندان دیگر اهمیت ندارد. برای جهان روندهای امروزه مهمتر است. آنها میخواهند بدانند که در تاجیکستان چی میگذرد امروز، در زندانها چی وضع است، مردم چی آزادی ها دارند، وضع اینترنت چی هست، وضع آزادی بیان، آزادی مطبوعات چگونه است، دموکراسی و انتخابات ها چگونه صورت میگیرند. اما چون هیئت حکومت هیچ دلیل، هیچ حرفی برای گفتن در موضوعهای داغ روز ندارد، بیشتر رفتن به افسانه‌گویی، به تاریخ گویی که هیچ تأثیر در ذهنیت، در موقع کشورهای اروپایی نداشت. محیدین کبیری رهبر پیمان ملی به روز آخر و جنبست کنفرانس که در آن تنها هیئت‌های رسمی صحبت داشتند اشاره کرده گفت هر کسی که درباره تاجیکستان برآمد کرد وضعیت را منفی گفت. حتی یکی از سفیرها در یکی از صحبت‌هایش هیئت تاجیکستان را با کلمه مریانیت نامگذاری کرد. کبیری اظهار کرد نتیجه کار هیئت حکومت این شد که یگان کشور اروپایی آماده نشد حتی یک مرتبه هم از موقع حکومت تاجیکستان پشتیبانی یا طرفداری کند. برعکس همگان، هر کسی که درباره تاجیکستان برآمد کرد وضعیت را منفی گفت و پشتیبانی از موقع جامعه شهروندی کرد. حتی یکی از سفیرها در یکی از صحبت‌هایش هیئت تاجیکستان را با کلمه مریانیت نامگذاری کرد. دقت شما را به روز آخر و جنبستی کنفرانس جلب میکنم که در اون روز در صحبت‌های آخر تنها هیئت‌های رسمی حق صحبت دارند. ما مثلا جامعه شهروندی در اون قسمت جلسه حق صحبت کردن نداشتیم. اما چی شد؟ حکومت تاجیکستان بار دیگر موقع خود را بیان کرد، اما چند کشور اروپایی، چند کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا آمدن با صراحت تمام موقع‌های هیئت حکومت را رد کردند. برعکس گفتند آشکار که در تاجیکستان زندانی‌های سیاسی هست، آزادی ها نیست، شما بالای خش و تبار مخالفینتون فشار میارید، اونها را گروگان گرفتید و طلب کردند که هر چه زودتر از این جنایت ها و از این قانون‌شکنی ها دست بکشید. ببینید وقتی که نتیجه کار این شد که یگان کشور اروپایی آماده نشد حتی یک مرتبه هم از موقع حکومت تاجیکستان پشتیبانی کند یا طرفداری کند. برعکس همگان، هر کسی که درباره تاجیکستان برآمد کرد وضعیت رو منفی گفت و پشتیبانی از موقع جامعه شهروندی کرد. حتی من یک مثال هم میارم که یکی از سفیرها در صحبتش هیئت تاجیکستان را با کلمه مریانیتکا نامگذاری کرد. رئیس پیمان ملی تاجیکستان اظهار امیدواری کرد که این نتیجه
برای حیات تاجیکستان درس عبرت شده باشد و از این به بعد در کنفرانس ها از تهمت و دروغ پراکنی نسبت هموطنان خود مهاجرین و مخالفین دست بردارد. کبیری اظهار داشت حیات ما در آینده این روش را ادامه خواهد داد. ما تلاش میکنیم مثل امسال بیشتر جوانان روی صحنه بیایند، بیشتر در موضوعات داغ روز صحبت کنیم و هر چیزی که به تاریخ ربط دارد، به گذشته ربط دارد، آن را همچون مال تاریخ بدانیم و در این گونه نشست ها مطرح نکنیم.